من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. در آیات گذشته الله تعالی محور وحدت را و معیار وحدت را بیان فرمودند که کلام الله مجید هست و دستورات و اوامر قرآن مجید هست. اما و همچنین بعد از وحدت الله تعالی نعمتهای خودش را یادآوری کردند که چه نعمتهای بر شما ارزانی داشته. کنتم علی شفا حفرة من النار، شما بر پرتگاه آتش بودید، شما را خدا نجات داد. شما با هم دشمن بودید، خداوند شما را با هم دوست و برادر قرار داد. لذا این نعمتی هست که خداوند به شما عنایت فرمود. میخواهید که این نعمت دوام داشته باشه، بقا داشته باشه، تنها راهش امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی همدیگر را به معروفات دستور بدهید و از منکرات همدیگر را منع کنید. رمز بقای استقلال همینه. این را شما بنویسید. ولتکن منکم امة، اسباب بقای استقلال یا رمز بقای استقلال. میخواید که مستقل بمانید، بر این دین بمانید. رمز و رازش چیه؟ اینه که شما بر امر به معروف و نهی از منکر باشید. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، باید باشد از شما امتی و گروهی که دعوت بدهند به سوی خیر. و یأمرون بالمعروف، امر کنند به معروف، و ینهون عن المنکر، و نهی کنند از منکر. و اولئک هم المفلحون، اینها رستگاران هستند. ببینید معروف گرچه بعضی خاص کردن معروف را اون چی که در رأس معروفات هست که توحید هست، و منکر اونی که در رأس منکرات هست شرک هست، اون را ذکر کردن. ولی بهتر هست که معروف را به همون معنای عمومش بکنیم. تمام معروفات از بالاترین جزء معروف که یکتاپرستی و توحید از گرفته تا معروفات بقیه معروفات، همه اعمال، همه عبادات،
اخلاقیات، کارهای خوب، پسندیده و مرضی، همه اینها را باید که شما امر کنید مردم را. و منکرات هم از شرک گرفته که بزرگترین منکر هست تا قتل نفس، تا کارهای بی افتی، تا دزدی و سرقت، تا خمر، عرض کنم شراب، تا بقیه منکرات که بالخصوص منکراتی که امروز مردم دارند و مردم با اونها مواجه هستند، همه اینها همه را شامل میشه، به معنای عموم بشه. خب اما این که من عرض کردم خدمتتون که رمز بقای ما هست و بقای دین هست، واقعا هست. ما وقتی که تاریخ انبیاء گذشته را نگاه میکنیم، تا زمانی که انبیاء بودند تا اون زمان خیر بوده، صلاح بوده. اما به محض اینکه انبیاء رفتند از این دنیا و امتهای انبیاء اون راه انبیاء را، چون وظیفهشون هم نبوده، راه انبیاء را که امر به معروف و نهی از منکر هست ادامه ندادند، اون وقت میبینید که امتها دچار مشکلات شدند. به عنوان مثال ببینید سیدنا نوح علیه السلام پیغمبری هست که صدها سال زحمت میکشد، امر به معروف و نهی از منکر میکند. آخر تعداد محدودی و تعداد اندکی از قوم ایمان میآورند، بقیه ایمان نمیآورند. خب هرچی که شرک هست، کفر هست، بت پرستی و غیر الله پرستی هست، همه را الله عزوجل نابود میکند. خب الان عقل و خرد میگوید که بعد از نوح دیگه نباید دوباره شرک درست بشه. چرا؟ چون که ریشه شرک را خداوند با سیل از بین برد، با طوفان از بین برد. اون کسانی که با نوح علیه السلام باقی ماندند همه اهل توحید بودند، همه اهل معروف بودند، همه انسانهای خوب بودند. و بعد از اون بد نماند. نوح علیه السلام فوت کرد. بعد از وفات نوح علیه السلام دیری نگذشت که دوباره شرک شروع شد، دوباره بت پرستی شروع شد، دوباره غیر الله پرستی شروع شد، دوباره فساد شروع شد. خب این دوباره که شروع شد، مگر خداوند ریشه اینها را نزد؟ زد. ولی چرا دوباره شروع شد؟ به خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر چی شد؟ قطع شد. تا زمانی که نوح بود دیگه فساد نبود، دیگه شرک نبود. به محض اینکه نوح چشم بست، امر به معروف و نهی از منکر دیگه ترک شد. عرض کردم وظیفه امتها نبود، دوباره شروع شد. لذا رمز بقای استقلال اقوام و بقای دین این هست که امتها و امت امر به معروف و نهی از منکر را چی بکنند؟ ادامه بدهند. لذا الله می فرماید ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، باید باشد از شما گروهی که دعوت بدهند به سوی خیر، کارهای خیر. یدعون الی الخیر تشریحش و یأمرون بالمعروف، انسان ها را امر کنن به معروفات. معروف چیه؟ ما یستحق الثواب، هر کاری که استحقاق و ارزش داشته باشد که انسان در مقابل او پاداش دریافت کند. و ینهون عن المنکر، و انسان ها را از منکر باز بدارند. منکر چیه؟ ما یستحق العقاب، اینا را هر دو تا روح المانی گفته. اونه که مستحق عقاب میشه انسان، اگر اون کار را انجام بده مستحق عقاب و عذاب میشه. و اولئک هم المفلحون. ببینید ثمره و نتیجه. هم المفلحون، شما میدانید که المفلحون خبر است و خبر باید نکره بیاید، اما وقتی که خبر معرفه بیاید فایده چی را دارد؟ حصر. یعنی اینها فقط اینها هستند رستگاران، فقط اینها هستند رستگاران. هر کسی که بر مسیر امر به معروف و نهی از منکر نباشد اون از رستگاری برایش خبری نیست. باید انسان وظیفه را انجام بدهد. اکنون الله تعالی زجر بیان می فرماید کسانی که این کار را نکردند، اگر امر به معروف نهی از منکر نشه خود به خود تفرق بیاد،
تشتت میاد، اختلاف درست میشه. الله میفرماید شما مثل اونها نباشید. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. ای امت رسول الله شما نباشید مثل کسانی که تفرقوا، متفرق شدند، تفرقوا فی توحید الله، اختلاف کردند، هر یکی یک چیز گفت. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، آنها اختلاف کردند بعد از اینکه بینات آمد، یعنی دلائلی که دال بر حق بود، این دلائل را نادیده گرفتند، اختلاف کردند. و اولئک لهم عذاب عظیم، این انسانها برایشون عذاب بزرگ هست. این عذاب عظیم چه روزی هست؟ یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، ظرف عذاب، یعنی اینها برایشون عذاب اخروی هست. عذابشان در چه روزی هست؟ الله می فرماید یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که در آن روز چهره ها سفید میشه، و تسود وجوه و چهره های سیاه میشه. روزی که بسی چهره ها سفید و بسی چهره ها بله سیاه. اولا یوم همونطور که عرض کردم ظرف هست برای عذاب، انه نصب على الظرف والتقدير ولهم عذاب عظیم فی هذا اليوم. تفسیر کبیر. یوم بنا بر ظرفیت منصوبه، اصل عبارت این است والتقدیر ولهم عذاب عظیم فی هذا اليوم. تفسیر کبیر. خب اما حکمت در سفیدی چهره ها و در سیاهی چهره ها چیه؟ چرا چهره ها سفید؟ چرا این رنگ انتخاب شده؟ الله عزوجل برای اهل سعادت و برای اهل شقاوت در روز قیامت علامت های می گذارد. یک علامت نه بلکه علامت های. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج وقتی که بازدید کردند از جهنم، اهل جهنم را، صاحبان هر گناه را به یک شکلی دیدند. یکی را دیدند که فکش و کناره لبش پاره شده، یکی را دیدند که سر گنده‌ای دارد و سنگی را بر سرش میزنند، هر یکی یک گناهی کرده بود. یکی را دیدند که روده هایش به هر حال کش میخورد همراه او، یعنی هر یکی از مجرمین بر اساس اون جرمی که کرده شکلش مثل همون جرمش بود. همچنین اصحاب بر، اصحاب نیکی، انسانهای صالح اشکال مختلفی دارند. اشکالشون بر اساس چی هست؟ بر اساس اعمالشون هست. همونطوری که درهای بهشت، درهای مختلف و متفاوت بر اساس اعمال باز میشه. باب ریان مثلا مخصوص روزداران هست، هر باب مخصوص یک عملی هست. هر نیکی که انسان انجام میدهد همون شکل را، به طور مثال کسانی که حاملان واقعی و عاملان واقعی قرآن مجید باشند، اینها یک تاج مخصوصی دارن که از بین همه اونها، هم خودشون تاج دارن هم پدر و مادرشون تاج دارن، که از بین همه اون اهل بهشت اینا مشخصن، هر کی میدونه اینها کیا هستن. لذا عامه اهل بهشت و عامه اهل جهنم یک علامتی دارند که با هم دیگر متمایزن. اینها چهره هایشون سفید درخشنده مثل نور، و اونها چهره هایشون چی هست؟ سیاه و مثل شب تاریک. چنانچه علامه خازن می نویسد والحکمت فی بیاض الوجوه و سوادها، حکمت در این که چهره ها سیاه هستند یا چهره ها سفید هستند، ان اهل الموقف، اهل موقف کسانی که اونجا در میدان محشر وقوف کردند، ایستادند، اذا رأوا بیاض وجه المؤمن، وقتی که درخشندگی و سفیدی چهره مؤمن را میبینند،
عرفوا انه من اهل السعادت، میشناسند اهل سعادت هست، تبریک میگویند، مرحبا میگویند، تحسین میکنند. و اذا رأوا سواد وجه الكافر، وقتی که چهره کافر و سیاهی و تاریکی چهره کافر را میبینند، عرفوا انه من اهل الشقاوه، خازن، میدانند که اینها از اهل شقاوت هستند. اون وقت نکوهش میکنند و تأسف میخورند، تحسر میخورند بر اون. لذا الله میفرماید که یوم تبیض وجوه، آن روز، آن عذاب عظیم در روزی هست که تبیض وجوه، سفید می شود چهره های، و تسود وجوه، و سیاه می شود چهره های. فاما الذین اسودت وجوههم، اما کسانی که سیاه شده چهره هایشان، اکفرتم بعد ایمانکم، ای یقال لهم، به آنان گفته میشه اکفرتم بعد ایمانکم، آیا شما کفر کردید بعد از ایمانتان؟ تذلیل مجرمان، بعد از اینکه شما ایمان آوردید کفر کردید. زمان کفرتون بود، ایمان آورده بودید. ایمان یا ایمان فطری هست یا همون شناختی که انسان دارد و به هر حال مؤمن را، توحید را، اهل حق را میشناسد. لذا جزایتون چیه؟ فذوقوا العذاب، این فای فصیح است، ای اذا کان الامر كذلك فذوقوا العذاب، وقتی که مسئله چنین هست فذوقوا العذاب، شما بچشید عذاب را. این العذاب الف لام معهود هست، عهدی هست. کدوم عذاب؟ همون عذابی که قبلا خواندیم، عذاب عظیم. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بسبب کفر و انکار امروز عذاب عظیم را بچشید، به عذاب گرفتار بشید. و اما الذین بیضت وجوههم، الله می فرماید کسانی که چهرهشان سفید هست، چهرهشان درخشان هست، ففی رحمت الله، اونها در رحمت الله هستند. رحمت الله یعنی بهشت، جنت. ولی ببینید اونجا تعبیر عذاب کرد، اینجا تعبیر جنت نکرد، بلکه گفت ففی رحمت الله. معنیش اینه که مومن اگر به اندازه عمر نوح داشته باشه و تمام این عمر را به سجده بیفته و از سجده سر بر ندارد، باز هم اگر به بهشت بره با رحمت خدا میره، به بهشت بره با رحمت خدا میره، خودش با عمل خودش نمیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم از خداوند چی را خواستند؟ فضل و رحمتش را. و حتی گفتم من هم به نوایی نمیرسم مگر خداوند با فضل و رحمتش منو تحت پوشش قرار ندهد. لذا مؤمن همیشه طالب فضل خدا باشد، طالب رحمت خدا باشد. فضل که شامل بشه جنت دیگه طبیعی هست، اونم ضمنی میشه. لذا چرا نگفت ففی الجنه، گفت ففی رحمت الله؟ آلوسی این علت را که عرض کردم بیان کرده. و انما عبر عن ذلك بالرحمه، ففی رحمت الله گفت، تعبیر به رحمت شد، اشعارا بان المؤمن، خبر میده که مؤمن و ان استغرق عمره فی طاعت الله، گرچه تمام عمرش سپری بشه در طاعت الله، فانه لا ينال ما ينال الا برحمته تعالی، فانه لا ينال ما ينال الا برحمته تعالی. روح المانی، این مؤمن هر چی که بهش میرسد به برکت رحمت است، به سبب رحمت الله است. لذا الله می فرماید و اما الذین بیضت وجوههم، اما کسانی که اینا متبعین سنت، اما کسانی که چهرهایشان سفید هست، می درخشد، ففی رحمت الله، آنها در رحمت الهی خواهند بود، در بهشت خداوند جاودان جای خواهند داشت. هم فیها خالدون،
آنها در آن بهشت به طور خلود و همیشه خواهند بود. بعد از اینکه الله عزوجل بیان فرمود هم جایگاه مؤمن را و هم جایگاه کافر را و این جایگاه بر حسب عمل کردن به احکام حاصل میشه، لذا اهمیت این آیات و این احکام را الله بیان میفرماید. پس تلک آیات الله بنویسه اهمیت احکام. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، این آیات الهی است که ما تلاوت میکنیم این آیات را بر تو ای رسول الله، بالحق بحق، ای لاظهار الحق، برای اظهار حق که حق واضح بشه، راه حق مشخص بشه. وما الله یرید ظلما للعالمین، الله عزوجل اراده ظلم برای عالمیان را، برای جهانیان را ندارد. الله آیات را بیان میکند شفاف، مسئله بیان میشه واضح. بعد از اون اگر انسانها خودشون اراده ظلم به خود داشته باشند، خود دانند، راه کج را اختیار کنند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. الله عزوجل اینجا دلائل توحید را بعد از که احکام بیان شد، گروه های متفاوت و اهل سعادت و اهل شقاوت بیان شد، مجددا دلیل توحید را و دلیل این مدعا را بیان می فرماید. الله می فرماید فقط و فقط برای الله است ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تصرفات سماوی و زمینی، هر چی که در آسمان انجام میگیرد، هر چی در زمین، بنویسید ملکن و خلقن و تصرفن، هر چی در آسمان و زمین است، از نظر ملک هم مال خدا، از نظر خلق هم مخلوق خدا، از نظر تدبیر و تصرف هم فقط خدا است که تصرف میکند. کسی دیگه نمیتونه تصرف بکنه، کسی دیگه نمیتونه برکت بده، باران بده، اولاد بده، مشکل دیگر را حل بکنه. تصرفات هم مال او هست. و الی الله ترجع الامور، فقط به سوی الله برگردانده میشوند همه امور و همه کارها. لذا مواظب باشید که اعمال شما هم به سوی الله بازگشت میشوند و باید که آمادگی داشته باشید. کنتم خیر امة اخرجت للناس. الله عزوجل در گذشته، آیه گذشته خواندیم ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، باید داعیان خیری باشید که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. اینجا الله تعالی اون موضوع را مجددا تکرار می فرماید، اما با عنوان خیریت، خیریت امت، بهترین بودن امت. می فرماید که شما بهترین امت هستید. این بهترین امت به دلیل چی هست؟ به دلیل این وظیفه هست. از همه انسانهای روی زمین افضلترین انسانها انبیا هستند، حتی از ملائکه، از جنات، از همه مخلوقات افضلند. علت افضلیت چیه؟ دلیل برتری انبیا چی هست؟ همین دعوت هست. اونها داعیان هستند، دعوتگران خیر هستند. لذا شما امت هم اگر داعیان خیر باشید، اون خیریت نصیبتون میشه، و الا نه. ببینید ما چون امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم، بهترین امت هستیم؟ نخیر. ما قبلا خواندیم که الله عزوجل در قرآن مجید این نسبت ها را قبول ندارد. یهود میگفتن ما فرزندان پیغمبران هستیم، ما آقازاده هستیم. این نسبت به نوح داری، نسبت به موسی داری، نسبت به عیسی داری. نسبت ها انسان را بهتر نمی کند، نسبت ها انسان را نمی درخشاند. اون چی که انسان را می درخشاند چیه؟ اعمال هست. لذا ما هم به نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم چون امت ایشون هستیم، هرچی بکنیم از این جهت ما بهتر نیستیم. ما بهتری ما، افضلیت و برتری ما روی این هست که امر به معروف و نهی
از منکر بکنیم. خداوند عزوجل زمین را، انسان را آفرید برای عبادتش، برای اینکه فساد نباشد و برای اینکه اصلاح باشد. خب اکنون الله عزوجل می آید اون هدفی که خداوند آفرید، اون هدف الله را به پیش می برد، یعنی نمی گذارد فساد صورت بگیرد. میگوید برادران فساد نکنید، میگه معروف انجام بگیره، عبادت خدا انجام بگیره. پس انسانی که در اهدافی که خداوند خلق و پیدا کرده زمین را در اون اهداف تلاشگر و دعوتگر است، قطعا این انسان محبوب خدا میشه، قطعا این انسان بهترین قرار میگیرد. لذا اگر انسان به عمق امر به معروف و نهی از منکر که در واقع اهداف الهی را به پیش بردن هست، انسان فکر بکند واقعا این وظیفه بزرگی هست. الله عزوجل همیشه در اعمالی را دوست دارد که نفعش به دیگران برسد. خود الله تعالی هر چی که میکند در روی زمین نفعش به خود خدا بر نمیگردد. ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، من نه رزق میخوام نه طعام میخوام، ان الله هو الرزاق ذو القوة. خدا فقط میخواد به شما نفع برساند. لذا کس بنده‌ای که تخلقوا باخلاق الله باشد و اخلاق الهی میخواد نافع بشه، مفید برای مردم بشه، خب این بنده هم چی؟ این بنده هم واقعا محبوب خدا قرار میگیرد که به خودش نمی اندیشد. یکی هست که صبح تا شام همش تلاوت میکند، همش نفل میخواند، همش یاد الله است، خب این انسان هم مأجور است، پیش خدا پاداش دارد. ولی کسی است که در همین وقت صبح تا شام فقط به انسانها میپردازد. برادران راه خدا اینه، به هر حال چاره این هست، زندگی این هست. باید از منکر دوری کرد، باید معروفات را، باید خدا را راضی کرد. خب میدونیم که تفاوت اینها بین زمین تا آسمان هست. پس انسان را الله تعالی و بالخصوص این امت را الله آفریده برای نفع دادن به مردم. برای چی؟ نفع دادن. شاید برای شما هم عرض کردم که حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمه الله نوشته بود اولین حجم بود، رفتم به حج، در راه با خودم فکر کردم چه عملی انجام بدم که از همه اعمال محبوبتر و مقربتر باشه. فکر کردم اونجا وقوف به عرفات ملتزم را بچسبم، همش طواف بکنم، همش کنار روضه رسول الله درود بخوانم، تلاوت بکنم، همه اعمال را مرور کردم، استحضار کردم. آخر به این نتیجه رسیدم که نه، بهترین عملی که خدا میپسندد اینه که من به بندگان خدا رسیدگی بکنم، سعی بکنم اونها اعمالشون خوب انجام بگیره، حج را خوب انجام بدند، حج خوبی انجام بدم منم سهیمم، عبادت خوبی انجام بدن منم شریکم، اعمال را به نحو احسن انجام بدم. لذا اونها را نگذارم که راحت بمانند، راحت بخوابند، بیقرار باشم، شب و روز بر اونها کار بکنم، شب و روز بر اونها زحمت بکشم، هر چی که حج اونها پربارتر بشه. آخر به همین نتیجه رسیدم. از اون اعمال و عبادات انفرادی این خوبه که انسان نفعش را به دیگران برساند. روی این هر چی که در رابطه با اهمیت امر به معروف بگیم که انسان باید راهی را انتخاب بکند که در این راه نفع انسانها را در نظر بگیرد. بالخصوص علما این موقعیت را دارند. لذا بهترین عمل روی زمین خدا این هست. الله می فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس. اخرجت للناس، للناس متعلق به خیر امت است. خیر امت للناس، برای مردم. یعنی چه؟ یعنی خیر الناس للناس، خیر الناس للناس، بهترین مردم اون هست که برای مردم باشد. ببین عبارت ابن کثیر را کامل بخوانم، یعنی خیر الناس للناس والمعنى انهم خیر الامم و انفع الناس للناس. معنی این است که این امت بهترین امت هست و مفیدترین امت هست
مفیدترین مردم هست للناس، چون به نفع مردم هست. تأمرون بالمعروف، وظایف. تأمرون بالمعروف، شما امر میکنید بر معروف، یعنی فلتکونوا علی ذلک، شما برتریتون اینه که امر به معروف میکنید، پس باید به این بمانید. و تنهون عن المنکر، و نهی میکنید از منکر. و تؤمنون بالله، خودتون هم ایمان به خدا دارید. ببینید جایگاه ایمان مقدم است یا جایگاه امر به معروف و نهی از منکر؟ جایگاه ایمان مقدم است، نه؟ نکته میخوام خدمت شما عرض کنم، جایگاه ایمان از امر به معروف و نهی از منکر مقدم است. انسان باید اول ایمان بیاورد بعدا امر به معروف. کسی ایمان داشته نباشد امر به معروف درد میخورد. هر چی که کار خوب انجام بده ایمان ندارد، بی خود بی جا. خب وقتی جایگاه ایمان مقدم هست، چرا خداوند ایمان را مؤخر کرد؟ خیلی نکته مهمی است، نه؟ این را مفسران خداوند رحمتشون بکنه خوب پاسخ دادن. نوشتند که ببینید اینجا بحث تفاوت این امت با بقیه امت ها هست. ایمان آوردن به خدای عزوجل یک نکته هست عمومی، همه باید ایمان، تؤمنون بالله، یهود هم تؤمنون بالله، مسیحیان هم تؤمنون بالله، پیروان ابراهیم هم تؤمنون بالله و امت محمد هم تؤمنون بالله. اما فرق امت محمد با اونها در ایمان آوردن به خدا نیست. فرق در چیه؟ در امر به معروف و نهی از، به این خاطر امر به معروف و نهی از منکر را، چون بحث خیریت امت است. خیریت شما به خاطر ایمان نیست، چون که اگر شما ایمان آوردید، پیروان موسی هم ایمان آوردند، پیروان ابراهیم هم ایمان آوردند، کسانی که با نوح بودند هم ایمان آوردند، پس شما برتری و مزیتی ندارید بر اونها. اینجا بحث برتری هست، برتری به خاطر ایمان نیست، برتری به خاطر چی است؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. به این خاطر امر به معروف و نهی از منکر را از ایمان چی کرد؟ مقدم کرد، چون ایمان مقوله عمومی هست، امر به معروف و نهی از منکر یک مقوله چی هست؟ اختصاصی و ویژه است. متوجه شدید؟ لذا الله می فرماید تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. خب شما امر معروف میکنی اهل کتاب را، الان اونها ایمان میارند یا نمیارند، شما وظیفه خودتون را انجام بدید. اما اگر آنها ایمان بیاورند اهل کتاب، لکان خیرا لهم، بهتر است برای آنها، منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، بعضی از آنان مؤمن هستند، مثل حضرت عبدالله بن سلام، مثل حضرت عدی بن حاتم مسیحی بود، مثل نجاشی بزرگوار با تمام قسیس هایی که اطراف نجاشی بودند. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. خدا تعریفشون میکنه، تکبر نمیکنن. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی قرآن را میشنوند، ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اشکانشون جاری هست و دعا میکنه، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. لذا اینها اهل کتاب مؤمن هم هستند، همه اهل کتاب کافر نیستند. لذا الله می فرماید منهم المؤمنون، بعضی از آنان مؤمنون هستند، و اکثرهم الفاسقون، اکثرشان فاسق، اکثرشان بیدین. فاسقون ای الخارجون عن دین الله. خب آیا اکثرشان فاسق برای ما ضرری ندارد؟ فردا خطری برای ما مسلمانان؟ الله می فرماید لن یضروکم الا اذى، هرگز اونها ضرری ندارند برای شما، ضرر نمی رسانند مگر اذى. یه اذیت چی؟ اذیت زبانی هست، نه مالی نه جانی، جرأت ندارند، یارای
مقابل با شما ندارن، فقط شما را اذیت میکنن، شما را ناراحت و نگران میکنن. و این یقاتلوکم یولوکم الادبار. الله پیشگویی میفرماید، این پیشگویی ها شما تاریخ یهود مدینه را و اطراف مدینه را نگاه کنید، همه محقق شد، همه درست از آب در آمد. و این یقاتلوکم، اگر آنان با شما بجنگند، یولوکم الادبار، به شما پشت میدهند، ثم لا ینصرون، سپس آنان یاری نمیشوند، کمک نمیشوند. ببینید همه اینها اتفاق افتاد. یهود بنی قریظه اول بنو قینقاع خیانت کردند، جنگیدن نتونستن. بنو نذیر آماده جنگ شدن نتونستن. بنو قریظه کشته شدن نتونستن. هر یکی از اینها نتوانست به شما ضرر مالی جانی وارد بکند. کل هذه الاخبار وقعت، همه این اخبار اتفاق افتاد، واقع شد. کما اخبر الله عنها، همان گونه که الله خبر داده. فان اليهود لم يقاتلوا، یهود هرگز نجنگیدند، الا انهزموا، مگر شکست خوردند. و ما اقدموا على محاربه، بر هیچ جنگی اقدام نکردند. و طلب ریاست، و بر طلب ریاست، الا خذلوا، مگر رسوا شدند. تفسیر کبیر. و ما اقدموا على محاربه و طلب ریاست الا خذلوا. لذا الله می فرماید که و این یقاتلوکم، اگر با شما بجنگند، و یولوکم الادبار، آنها به شما پشت میدهند. ثم لا ینصرون، سپس اونها یاری نمیشوند. هیچ کسی نیست که آنها را یاری کند. اکنون الله تعالی ثمره و نتیجه تولی را بیان می‌فرماید. اینها که اعراض کردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم، پشت دادن، تا قیامت اینها ذلت و خواری برداشت می‌کنند. الله می‌فرماید ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا، بر اینها ذلت، مهر ذلت زده شده. ذلت زده شده یعنی چه؟ مهر ذلت، تایید ذلت. اینما ثقفوا، هر جا باشند، چه در جزیره العرب باشند، چه در شام باشند، هر جا یافته بشوند. الا بحبل من الله و حبل من الناس، مگر با ریسمانی از خدا یا ریسمانی از مردم. یعنی چه؟ یعنی اینها همه ذلیلند مگر اینکه خودشون را به خدا برسانند، حبل الله را بگیرند، ایمان بیاورند. یا اینکه اگر ایمان نیاوردند میخواهند که در دنیا بمانند، باید به یک قوم خودشون را وابسته بکنند. حبل من الناس، حبل بدون وابستگی. بدون وابستگی اینها هیچ خیری برای یهود نیست. امروز اگر حکومتی در دنیا هست به نام یهود که حکومت اسرائیل باشد، تمام دنیای کفر این به همه محکم چسبیده به حبل من الناس. همینه. اگر همین که حمایت را ترک بکنند، حمایت از یهود را، حمایت از کنم که اسرائیلی ها را، اگر آمریکا ترک بکند، اگر انگلیس، اگر اروپا ترک بکند، اگر مسیحیان اینها را رها بکنند، اینها را فوراً آب میبرد، هیچ اثری نمیماند از اینها، چیزی نیستند، عددی نیستند در مقابل. پس محکم چسبیدن به چی؟ به حبل من الناس. و باءوا بغضب من الله، الله می فرماید رجوع کردن به غضبی، به خشمی از جانب الله. و ضربت علیهم المسکنه، بر آنها مسکنه یعنی ذلت و خواری و پستی. واقعا خوار، پست و ذلیل، از خود استقلالی ندارند، از خود اراده‌ای ندارند، از خود تصمیم ندارند. چرا اینقدر اینها پست هستند؟ چقدر اینقدر خوار و زبون هستند؟ الله می فرماید که به دلیل کارنامه منفی
به دلیل عمل کرده بسیار سوئی که اینها داشتن. ذالک بانهم كانوا یکفرون. الله می فرماید این ذلت و مسکنت، این خاری و بدبختی به سبب این است که کانوا یکفرون، بنویسه اتلاف حقوق الله، حق خدا را تلف کردن. اول کانوا یکفرون، اول اینها حق الله را اتلاف کردن، تلف کردن. یکفرون بآیات الله، کفر کردن به آیات الله. و یقتلون الانبیاء بغیر حق. دوم اتلاف حقوق العباد، بهترین بندگان الله را، مقدس ترین انسان های روی زمین را اینها کشتند، انبیاء را شهید کردند. و یقتلون الانبیاء بغیر حق، اینها می کشتند انبیاء را بنا حق. ذالک بما عصوا، این علت العلت است. چرا انبیاء را کشتند؟ چرا خدا را نافرمانی کردند؟ الله می فرماید ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، این به سبب این است که آنها نافرمانی کردند، عصیان کردند و قومی متجاوز بودند. این نکته را قبلا هم برای شما تشریح کردم. ببینید بزرگتر از کفر و بزرگتر از قتل انبیاء هیچ گناهی نیست، اما سببش گناهان کوچک، نافرمانی های کوچک کوچک. انسان که تمرد را شروع بکند، نافرمانی را شروع بکند، گناه کوچک را شروع بکند، این گناه کوچک آخر بزرگ میشه، آخر این انسان متمرد و متجاوز میشه. ابتداءً گناهان کوچک کوچک انجام میدادند، کم 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 این گناهان کوچک اونها را به کفر رساند، از کفر به قتل انبیاء رساند. پس انسان نباید که عصیان را، نافرمانی را، گناهان پیش پا افتاده را معموله بدارد. یک انسانی هست میگه که قتل نفس توبه خدا نکنه، اصلا فکر نمی کند که یک انسانی را به ناحق بکشد، ولی شراب میخورد. شراب میگه این که گناه نیست، ولی همین گناه را میکند. کم کم شراب میخورد، قمار میکند، کم کم به هر حال این جرأت به گناه کوچک انسان را میبرد و به گناهان بزرگ میرساند. همون طوری که انسان طاعات و بندگی های خدا را وقتی انجام میده از مستحبات شروع میکند، از نوافل شروع میکند، این انسان صاحب توفیق میشه. کم 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 میبینیم که خداوند عزوجل توفیقات بسیار بزرگی بهش میده. اصلا تصور نیست که این انسان حج بکند، ولی نمازش را با پایبندی انجام میده، خداوند به او را حج هم نصیب میکند. وقتی که حج نصیب میکند اصلا این تصور نیست که این انسان برای انسانیت خدمتی بکند، ولی الله ازش کاری میگیرد که عالمی را روشن میکند. این چه؟ به خاطر اینکه از پایین شروع کرده، اهتمام داشته. در طاعت و بندگی همچنین، در گناه و معصیت همچنین. الله می فرماید ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. پس اینها متجاوز بودند، متعدی بودند، تعدی کردند، آخر منجر شد این تعدی و تجاوز و عصیان به کبائری که منجر به قتل پیغمبران شد. لیسوا سواء، اینجا بشارت هست. همه اهل کتاب مثل هم نیستن. بعضی را خدمت شما نام بردم، مثل نجاشی و حضرت عدی ابن حاتم، علمایی که کنار نجاشی بودند، علمایی که در کنار رسول الله بودند، ایمان آوردند. الله می فرماید لیسوا سواء، برابر نیستند. همه اهل کتاب را به یک دید نگاه نکنید، به یک چشم نگاه نکنید. من اهل الكتاب، این تفصیل لیسوا سواء است، یا تفصیل منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون هست. اون منهم المؤمنون کی هستند؟ من اهل الكتاب امت قائمت یتلون آیات الله. از اهل کتاب یک امتی هست قائمه، یعنی به اصول قائم هستند.
یتلون آیات الله، آیات الله را میخوانند آناء اللیل، در اوقات مختلف شب، و هم یسجدون. اولین صفت یتلون آیات الله، دومین و هم یسجدون، برای ربشان سجده میکنند، رب را با اخلاص عبادت میکنند. یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان دارند به الله. اشاره به این است که ایمان اینها هم ایمان درستی هست، مثل ایمان بقیه اهل کتاب ایمان غلطی نیست. یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان می آورند به الله، ایمان دارند به الله، والیوم الاخر، به روز آخر. بقیه اهل کتاب به روز آخر ایمان ندارند، ایمانی داشتن ولی ایمان درستی نبود. می گفتن لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. لذا الله می فرماید و یأمرون بالمعروف. خب وصف سوم یؤمنون بالله، وصف چهارم یؤمنون بالآخره، وصف پنجم و یأمرون بالمعروف، امر به معروف میکنند، و ینهون عن المنکر، و وصف ششم نهی میکنند از منکر، از کارهای بد، از کارهای زشت و منکر انسانها را باز میدارند. و یسارعون فی الخیرات، وصف هفتم خیلی مهم است، خودشان در کارهای خیر از هم دیگر سبقت میگیرند، سرعت عمل دارند. یعنی علمایی هستند که همونطور که به مردم میگویند خودشون هم عمل میکنند، خودشون در عمل کردن پیش قدمند، امامند، جلوند، نه مثل بقیه ملاهای اهل کتاب که به مردم میگفتند اما خودشون عمل نمی کردن. الله می فرماید و اولئک من الصالحین، این ثمره دنیویشان هست، در دنیا اینها ثبت شدن از صالحین. و عرض کنم در آخرت الله عزوجل خودش به اینها پاداش میده. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، آنچه که از خیر انجام بدهند فلن یکفروا، هرگز ناقدری نمیشه، هرگز ناقدری نمیشه. ای فلم یحرموه البتتا، منظور که هر خیری که انجام بده از خیرش محروم نیست، پاداش خیر به او داده میشه. اما الله هم میداند که چه کسانی واقعا مخلصین و متقینند. والله علیم بالمتقین، ترغیب اخلاص است، خدا خوب میداند متقیان را. لذا باید هر کسی که کاری انجام میده از روی تقوا، از روی اخلاص، از روی خدا ترسی باشد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.